یه لحظه جای نرو. امروز میخوام تمام بهونه‌هاتو در مورد فتوشاپ حل کنم. اگه سیستم داری یا اینکه سیستمت ضعیفه یا اینکه دسترسی به سیستم نداری، با این آموزش بهت یاد میدم که همون داخل گوشی موبایلت میتونی خیلی راحت فتوشاپو داشته باشی و با آموزش‌های تکنیکی ما همراه باشی و خیلی کارهای فوق‌العاده جذابی انجام بدی. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی و درجه یک باشید. اگر به دنبال این که هستید که داخل گوشیتون بتونید که فتوشاپتون رو خیلی راحت داشته باشید و کاراتون رو انجام بدید، اگه داخل ماشین هستید یا اینکه برقاتون رفته، حتی مثلا می‌بینید که شارژ گوشیتون زیاده، میتونید که باهاش کاراتون رو ببرید جلو و بعدا حالا وارد سیستم کنید، یا اینکه اصلا کلا سیستم ندارید و میخواید باهاش کار کنید. رفقا بریم سراغ سایتمون که میخوایم با هم دیگه سرچش کنیم. این اپو میتونید هم دانلود کنید و هم که از طریق سایت وارد خود گوگل بشید و سرچش کنید. خب رفقا الان که میبینید من بین دو تا اسطوره اینجا هستم، یکی گوگل و یکی فتوشاپ، و الان میخوایم از طریق گوگل برسیم به فتوشاپ. بعد چیکار کنیم؟ اینجا باید برید تو قسمت سرچتون بنویسید فوتو پی ای ای به همین راحتی و دکمه اینتر رو میزنیم. خیلی راحت. اولین سایتی که براتون میاد photopia.com و آنلاین فوتو ادیتور و میتونید که خیلی راحت داشته باشید. حالا من عقب اینجا صفحه‌شو باز کردم و میتونیم که کل مراحلش رو ببینیم. خب اولین که چیزی که میبینیم ظاهرشه و اینجا فتوشاپ ما اینجا اصلیشه، یعنی فتوشاپ اصلیمون این طرفه و اینجا فتوشاپ آنلاینمونه که میتونیم ازش استفاده کنیم. و اینجا گزینه‌هاش من بررسی کردم. بیشتر عملیاتی که ما داخل فتوشاپ میتونیم انجام بدیم هم داخل گوشی و هم از طریق سایتش میتونیم که همه این کارا رو انجام بدیم. حالا مثلا اگه بخواید که یک سند ایجاد کنید، اینجا نیو پروژکت رو از اینجا انتخاب میکنید و اینجا میتونید که ابعاد خاص خودش رو بدید. و اینکه اگه داخل گوشی هستید میتونید که زبونش هم اونجا گوگل ترنسلیتش رو تغییر بدید به زبان فارسی که راحت‌تر متوجه بشید. و اینجا میتونید که ابعاد اینستاگرام 1080x1080، اینستا استوری، یا اینکه ابعاد خودتون رو از همینجا بهش بدید. مثلا من اینجا بزنم 1920 در 1080. دقیقا همین کارا رو داخل گوشیتون هم میتونید انجام بدید. چون من گوشی ندارم، یعنی گوشی اضافه ندارم که باهاش بتونم بهتون آموزش بدم، مجبورم که همون داخل سایت با سیستم بهتون بگم. ولی داخل گوشی هم همین شکلیه، ولی باید این تنظیماتی که این بغل هست رو باید انجام بدید. برید تو اون 3 نقطه بغل گوگلتون، اونجا شخصی سازیش کنید که به کامپیوتر و اینجا میتونید که همچین کاری هم انجام بدید. و حالا که اینجا اوکی کردید، کافیه که براتون خودتون اینجا درستش کنید. دکمه کرییت رو از این پایین انتخاب میکنید و خیلی راحت سندتون براتون ایجاد شد. و اینجا میتونید که خیلی کارهای متنوع دیگه هم انجام بدید، تایپ بنویسید، افکت‌های مختلف رو بندازید، حتی بلندینگ آپشنش باز میشه و اینکه قسمت لایه‌هاش از اینجا میتونید تغییر بدید، لایه رو بالا پایین کنید، دکمه قفل رو بزنید و کلی کارهای خفن دیگه. اینجا بلندینگ آپشنش رو باز کنید و بهش مثلا استروک اضافه کنید و خیلی کارهای خیلی خفن دیگه هم میتونید انجام بدید. و امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب چنل یادتون نره، چون من به صورت یک فیروز زمین براتون آموزش‌های فوق‌العاده خفن یا اینکه معرفی‌های فوق‌العاده خفنی داریم. و اگر این اولین ویدیویی که از من می‌بینید، ممنون میشم که برید داخل پیجم ویدیوی بعدیمو ببینید. اگر از این محتوا خوشت میاد و کانال من برات مفیده، حتما دکمه سابسکرایب چنل رو بزنید و اون زنگوله‌ش هم بزن، به محض اینکه من ویدیو جدیدی براتون گذاشتم حتما شما رو اطلاع رسانی کنه و بیایید که ویدیوهای خفن رو ببینید. دوستان تا آموزش بعدی درود دیگر، بدرود.